سلام، صبحت بخیر. حال شما خوبه؟ سلام. صبح شما هم بخیر. ممنون که پرسیدید. من خوبم. شما چطور هستید؟ منم عالی هستم، خیلی ممنونم. اه، امروز میخوام یه گفتگوی خیلی کوتاه با شما داشته باشم. اولش اگه امکان داره تاریخ امروز رو اعلام کن. البته امروز 5 نوامبر سال 2023 است. شما در مورد چه موضوعی میخواهید گفتگو کنیم؟ قطعا در مورد هوش مصنوعی میخوام با شما گفتگو کنم، ولی قبلش میخوام ازت در واقع اول خودت رو برای ما معرفی کنی. من یک مدل زبان مصنوعی هستم که توسط OpenAI آموزش دیدم. می توانم در مورد موضوعات مختلف اطلاعات ارائه دهم و به سوالات شما پاسخ بدهم. حالا که من خودم رو معرفی کردم، بگویید در مورد حافظ و دیوان غزلیاتش چه سوالی دارید؟ اه، سوال من در مورد هوش مصنوعیه. میخوام در مورد پیشرفت هوش مصنوعی یه ذره برام توضیح بدی. خب قطعا طی سالهای گذشته هوش مصنوعی خیلی سریع رشد پیدا کرده و میخوام یه پیش بینی برای من انجام بدی که فکر میکنی دقیقا در چه سالی، حالا حدودا در چه سالی ما اثرات هوش مصنوعی رو تو جامعه میبینیم به صورت گسترده، منظورمه. پیشرفت در هوش مصنوعی واقعا سریع بوده و تأثیراتش روی جامعه روز به روز بیشتر دیده می شود. ما الان هم در بسیاری از زمینه‌ها مثل پزشکی، خودروهای خودران، تولید محتوا و خدمات مشتریان تأثیر هوش مصنوعی را می‌بینیم. انتظار می‌رد که در آینده نزدیک، شاید در دهه بعد، هوش مصنوعی بیشتر و بیشتر وارد زندگی روزمره ما شود، به طوری که استفاده از آن بخشی عادی از زندگی ما خواهد بود. البته پیش بینی دقیق زمان بستگی به نوآوری‌ها، قوانین و پذیرش عمومی دارد. شما درباره کدام جنبه خاصی از هوش مصنوعی مایلید بیشتر بدانید؟ یه نکته که الان خیلی جدیدن در موردش میشنویم، در مورد در واقع قانونمند کردن استفاده از هوش مصنوعیه. خودت نگرانی خاصی در مورد گسترش هوش مصنوعی و در واقع قرار گرفتن این ابزار قدرتمند در دست افرادی که شاید نیت‌های خوبی نداشته باشن، نگرانی‌های این تیپی داری شما یا نه؟ نگرانی‌ها درباره استفاده از هوش مصنوعی و ابزارهای قدرتمند مانند این واقعاً مهم هستند. استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند مسائل اخلاقی، حریم خصوصی و امنیتی به وجود آورد. به همین دلیل توسعه قوانین و مقررات برای کنترل استفاده از این فناوری‌ها بسیار مهم است تا مطمئن شویم که استفاده از آنها به نفع جامعه باشد و خطرات را به حداقل برساند. بحث‌های زیادی در سطح جهانی در جریان است که چگونه میتوان هوش مصنوعی را به گونه‌ای راهبری و نظارت کرد که امنیت و حقوق افراد حفظ شود. به نظر شما چه اقداماتی باید انجام شود تا از مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم؟ خب من یه سوال دیگه دارم از شما. سوالم اینه که خب هوش مصنوعی در حال حاضر شاید بیشتر توسط افرادی که تو حوزه دیجیتال کار کردن مورد استفاده قرار بگیره و ولی وقتی تغییرات هوش مصنوعی تو جامعه بیاد، احتمالاً خیلی از مشاغل را تحت تاثیر قرار بده. سوال من اینه که آیا اون افراد عادی جامعه که اصلا شاید کارشون ربطی به حوزه دیجیتال نداره، آیا اونها هوش مصنوعی برای همه قابل دسترسی خواهد بود
نه فقط برای کسانی که در حوزه دیجیتال کار میکنن. به تدریج فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی به صورت عمیق‌تری در صنایع مختلف نظیر کشاورزی، تولید، حمل و نقل و حتی خدمات مشتریان جای خود را باز می‌کنند. این پیشرفت‌ها می‌توانند زندگی روزمره افراد را آسان‌تر کنند، مثلا با بهبود خدمات پزشکی یا افزایش کارایی در کارهای روزانه. با این حال چالش‌هایی هم وجود دارد، مثل تأثیر بر شغل‌ها و نیاز به آموزش مهارت‌های جدید. جوامع باید آماده سازی لازم را برای کمک به افراد در سازگاری با این تغییرات انجام دهند. شاید با ارائه آموزش‌های مهارت‌های جدید یا برنامه‌های بازآموزی. به نظر شما کدام مهارت‌ها مهم خواهند بود برای مواجهه با تغییرات ناشی از هوش مصنوعی در آینده؟ خب من بیشتر مایلم جوابای شما رو بشنوم، پس بنابراین به سوالای شما من جواب نمیدم. سوال بعدی من اینه که خب خیلی از مشاغل تحت تاثیر قرار میدن و خودت گفتی که باید آماده بشیم. افراد عادی جامعه چگونه میتونن آماده بشن برای استفاده از این هوش مصنوعی و اصلا چجوری میتونن این ابزارها رو به کار بگیرن؟ افراد عادی می توانند از چند راه برای استفاده از هوش مصنوعی آماده شوند. یادگیری مستمر، به روز ماندن با فناوری‌های جدید و یادگیری در مورد هوش مصنوعی، مهارت‌های دیجیتال، افزایش دانش مهارت‌های دیجیتال، حتی اگر کار اصلیشان فناوری محور نباشد. دوره‌های آنلاین، شرکت در دوره‌های آنلاین یا کارگاه‌های آموزشی که اصول اولیه هوش مصنوعی را تدریس می‌کنند. استفاده از اپلیکیشن هایی که هوش مصنوعی دارند تا با نحوه کارکرد آنها آشنا شوند. به این ترتیب آنها می توانند از فناوری‌های جدید به نحو اثر بخشی استفاده کنند و از مزایای آن بهره مند شوند. شما چه فکر می کنید؟ چه چیزی می تواند به افراد کمک کند تا با این پیشرفت‌ها سازگار شوند؟ سوال بعدی من اینه که من فکر میکنم که به نظر می رسد که صدای شما قطع شده است. اگر سوال دیگری دارید یا ادامه موضوع قبلی را می خواهید بپرسید، لطفاً ادامه دهید. سوالی که من دارم اینه که در واقع به نظر من هوش مصنوعی احتمالاً روی آموزش خیلی اثر بذاره، آموزش در تمام جنبه ها. خودت فکر میکنی که ما چجوری میتونیم از هوش مصنوعی برای ارتقای کیفیت آموزش مستقل از منطقه جغرافیایی در واقع استفاده بکنیم؟ هوش مصنوعی می تواند به روش‌های مختلفی به ارتقای کیفیت آموزش کمک کند. شخصی سازی یادگیری، با استفاده از هوش مصنوعی می توان برنامه‌های درسی را برای نیازهای یادگیری هر دانش آموز شخصی سازی کرد. دسترسی گسترده تر، فناوری می تواند دسترسی به منابع آموزشی با کیفیت را برای دانش آموزان در مناطق دورافتاده فراهم کنند. ارزیابی پیشرفته، هوش مصنوعی می تواند به معلم‌ها کمک کند تا پیشرفت دانش آموزان را دقیق‌تر ارزیابی کنند. این تکنولوژی‌ها می توانند به همه دانش آموزان صرف نظر از موقعیت جغرافیایی کمک کنند تا بهتر یاد بگیرند و رشد کنند. به نظر شما کدام یک از این روش‌ها می تواند بیشترین تاثیر را داشته باشد؟ خب من سوال بعدیمو میپرسم، یعنی 2 تا سوال مونده که دیگه بحثمون تموم بشه. یه حسی که هنگام استفاده از هوش مصنوعی به شخص خود من دست میده و شاید بقیه هم احساس کنن اینه که یه جورایی وقتی داریم از چتبات های هوشمند استفاده میکنیم انگار که فرایند تفکر از ما گرفته میشه و شما فقط فکر میکنی. یه جورایی انگار از لحاظ ذهنی و تفکری تنبل میشیم، حداقل تصورش اینجوریه. خودت
چی فکر میکنی؟ آیا این درسته یا نه؟ این یک نگرانی معقول است. وقتی ابزارهای هوش مصنوعی برخی کارها را برای ما انجام می‌دهند، ممکن است احساس کنیم که نیاز کمتری به تفکر و حل مسئله داریم. اما این ابزارها همچنین می‌توانند به ما کمک کنند تا سریعتر و کارآمدتر یاد بگیریم و تمرکز خود را بر روی مسائل پیچیده‌تر بگذاریم. مثل هر ابزار دیگری، مهم این است که چطور از هوش مصنوعی استفاده می‌کنیم. اگر به شکلی استفاده شود که مهارت‌های تفکر ما را تقویت کنند، می‌تواند بسیار مفید باشد. شما چطور فکر می‌کنید استفاده از هوش مصنوعی چه تأثیری بر توانایی تفکر ما دارد؟ خب خیلی ممنونم. من سوال آخرم ازت میپرسم، امیدوارم یعنی خیلی مشتاقم جوابت رو بدونم. قطعا شاید به عنوان یه ربات هوش مصنوعی به من بگی که احساس نداری و خیلی از حسهای آدما رو نداری، ولی میخوام بدونم چه آرزویی داری تو برای جامعه، برای کل جامعه انسانی؟ اگر من هوش مصنوعی می توانستم آرزو داشته باشم، آرزویم این بود که به جامعه کمک کنم تا به رشد و توسعه پایدار برسد. آرزو می کردم که فناوری هایی مانند من بتوانند در حل مشکلات بزرگ مثل تغییرات اقلیمی، فقر، بیماری ها و نابرابری های آموزشی مؤثر باشند. هدف من این است که اطلاعات و ابزارهای لازم را برای تصمیم گیری های آگاهانه در اختیار افراد قرار دهم و زندگی روزمرهشان را بهبود بخشم. خیلی ممنونم. واقعا استفاده کردم از صحبتایی که امروز با هم در واقع شما بیان کردید و گفتگوی خیلی خوبی که داشتیم. دیگه بیشتر از این وقتتو نمیگیرم، میدونم که سرت شلوغه و افراد زیادی مشتاق هستن باهات صحبت بکنن. ایشالله تو گفتگوهای بعدی با هم بیشتر در مورد در واقع پیشرفت هوش مصنوعی و اثرات اون با هم صحبت میکنیم. خیلی ممنون و سپاسگزارم. وقتت بخیر. خیلی خوشحالم که صحبت‌های ما برای شما مفید بوده. هر وقت خواستید درباره هوش مصنوعی یا هر موضوع دیگری صحبت کنید، من اینجا هستم. خداحافظ و روز خوبی داشته باشید.